اونایی که میگن اسرائیل بیاد با ما کاری نداره، با جمهوری اسلامی کار داره، مردم رو نمیزنه، مردم آسیب نمیبینن اگر جنگ بشه، فقط تأسیسات، فقط نمیدونم پایگاه های نظامی، فقط کارخونه ها، فقط دستگاه های دولتی رو میزنه، این فیلم رو با دقت نگاه کنن. אנחנו באים לעזה, אנחנו באים ללבנון, אנחנו נבוא לאיראן, כמה אנחנו הולכים להרוג מכם וכמה אנחנו הולכים לבצע בכם על כל אחד. לא ראיתם מספרים כאלה בדברי ימי האומה הערבית, מספרים שלא דמיינתם שאפשר בכלל להגיע אליהם. رسما توی تلویزیونشون میگه که ما میایم ایران، میکشیمتون، سرتون رو میبریم و جوری قتل عامتون میکنیم که در تاریخ ماندگار بشه. البته میدونی منظورش مردم نیست، منظورش سر مثلا